سلام پدر جان. سلام پسرم. آمدی؟ با کجا میروی؟ نفقم رو رفته گیرم. پس یک جای میروی؟ پسرم بیا اینجا نشسته کمی دم گیریم. خوب پدر جان. بیا. پدر جان شما یک لحظه شینید من حاضر میایم. خوب شده است. سلام دوستان. سلام ریزا. سلام. با ما گفتی کار دارم و در اینجا سیر و گشت داری؟ نه پدر رو برای گرفتن نفقه اش آوردم. پدرت رو؟ بله پدرم بود. خیر تو بازدید. پدر جان چیکار کرده است تو دایت؟ پسرم کدام ناسپاس پرتو را اینجا پرتافته است. حتی فکری همین رو هم میکنید ها؟ پسرم تازه و پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست خصوصا پایتخت عزیزمان وظیفه مقدس هر یک شهروند است. نمیگید پسرم؟ بیاید من پرتم.